ای چرخ فلک همیشه تابم دادی، از اول زندگی عذابم دادی. مهاجر زن تاجیک بعد فرار از تعقیب پلیس عذاب و مشکلات خود را با این دو مصرع تصویر کرده است. وی و همراهانش در کراسنودار از یک رید پلیس گریخته اینجا پناه بردند. 3 ساعت شدم اینجا گشتیم. 10 کسامون بردم و کار اومدگیم پولیا. از لوی در اومدیم، آب در اومدیم، درونی درختای خوردار در اومدیم، گریختیم. پارتینکه همو در رید کند همه. این زنی مهاجر نمیخواهد چهرش را نشان بدهد. در یکی از کشتزارهای کراسنودار کار میکند. میگوید از ترس پلیس به خوابگاه برگشتن نمیخواهند. اینجا لیس جانکمو در عذاب مردم. شدید شدن عملیات علیه مهاجران کار و زندگی زنان مهاجر را هم سخت و مشکل و هم آنها را ترسان و گریزان کرده است. شاهده 1 سال پیش بعد جدا شدن از شوهر برای تامین فرزندان به روسیه آمد. میگوید پتن ندارد و با ترس و هراس و پنهان از چشم میلیسه ها به بیرون می رود. پتن 600 چی دیگه نسپردم پتن ما. اون که مثال 600 پتن میسپاری، 6000 کوارتیرا میسپاری. همه ایده کتو باشداکو مروی کنم استوزای خیلی نمی چی میکنی؟ گریخته بجا بجا. یک روز پیش ایدی قربون ملیسول تو به همین داری لیفت سرم کردن وجود نداشتم. قپیدن قریب می بردنم. شاهده در تاجیکستان خانه ندارد. میگوید مجبور است در این شرایط هم طاقت کند و اینجا بماند. در این کشور و خانه پاکسازی میکند. یعنی نه خانه ارسا آمدم تازه کردیستم. خانه شام تکالو نمیگه 10,000 میتونم. چی میکنی؟ مجبوری هوا میگوی میومیست تازه میکنی. بنا به آمار رسمی در یک سال 2022 تقریبا 130,000 زن به مهاجرت رفتند که 2 برابر بیشتر از سالهای دیگر بوده است. زنان اکثرا در خانه و صحرا و کارخانه و ساختمان ها تمیزکاری میکنند. میگویند کارشان سبک نیست ولی به فرق از مردان معاش کم میگیرند. با خدا با ترس کار میریم، با ترس میوییم. ما در اسکلات کار میکنیم. کارمون وزمین ساعت 8 تا 8 ساعت 8 شب تا 8 سحر ما فقط برپا میکنیم. زلیخا علی محمد و مادر 5 فرزند بعد مرگ شوهر راه روسیه را پیش گرفت. شوهرش را چند سال پیش در حادثه ناخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داد. میگوید چند سال تلاش کرد از شرکت صابر که شوهرش در آن کار میکرد برای فرزندان نیمه یتیم جبران پولی بگیرد، اما دعوایش پررقانه نشد و فرزندان را در خانه خویش و تبار مانده مهاجرت رفت. چند جایی که من مراجعت کردم، چند جایی که من عریضه نوشتم، عریضه ما فقط امی جوابش امی اجداد نی. حامیان حقوق میگویند ماه‌های اخیر بازداشت مهاجر زنان هم در روسیه بیشتر شده است. به گفته آنها به فرق از مردان مهاجر زنان اکثرا پتن ندارند و بود و باششان را رسمی نمی کنند و این مشکل آنها را در کشور بیگانه دوچند می کند. بسیار هم زنان هستند که در اینجا کار میکنند اصلا با کارهای یعنی سیدلکگی بگیم در همون خانه یگان کمپیر نگاه میکنند یا اینکه کودک نگاه میکنند، اصلا به همین کارها مشغول هستند و در این کارها هم معاش اونقدر بلند هم ندارند و از بس که اون که بیرون که نمیبراین و اکثریت حجت نمیکنند. متاسفانه در همین هفته راستی برای من 2 زن مراجعت کرد برای اینکه در جای کار با پتنت مسکو در ولایت مسکو خپیدگی بدن، اونا رو گرفته دیپورت کردن. حامی حقوق تاجیک میگوید در برخی حالتها زنان با کودکان خردسال هم دستگیر و در بازداشتگاه موقت نگهداری میشوند. همصحبتان ما زنان مهاجر تاجیک میگویند برای همه آنها دوری از فرزند سخت است، اما به خاطر تأمین آنها و با امید دریافت سرپناهی در کشور مجبورند تمام این سختی‌های مهاجرت را تحمل کنند.